کاربری، جنگنده و آموزشی، تولید کننده شرکت صنایع هواپیماسازی ایران، نخستین پرواز اوت 2018، وضعیت فعلی در حال خدمت، کاربر اصلی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و تعداد ساخته شده 3 فروند. سلام میکنم خدمت همه شما دوستان عزیز. امروز توی این ویدیو میخوام به ویژگی ها و امکانات جنگنده بومی کوثر نگاهی کنم و توضیحاتی رو در مورد این جنگنده بهتون بدم. جنگنده کوثر جنگنده چند منظوره‌ایه که در 2 نوع تک سرنشینه و 2 سرنشینه است. رسانه‌های داخلی این جنگنده را به دلیل دارا بودن ابزارهای دیجیتال که در زمان ساخت F5 آمریکایی وجود نداشت، نسخه ارتقا یافته و بروز شده جنگنده F5 می‌دونند، در حالی که رسانه‌ها و کارشناسای بین‌المللی معتقدند که این جنگنده از F5 آمریکایی نمونه برداری شده و نوعی مهندسی معکوس به حساب میاد. بر اساس ادعاهای رسانه‌های داخلی، بومی‌سازی سامانه‌های آیونیک و کنترل آتش با استفاده از شبکه‌های داده دیجیتال نظامی منطبق با نسل 4، سامانه‌های مکانیکی و هیدرولیکی، بهره‌گیری از فناوری نمایشگرهای چند منظوره تمام دیجیتال و سامانه هاد، بهره‌گیری از رادار چند منظوره با قابلیت پایش آتش بالا جهت کشف اهداف و تهدیدات و بهره‌گیری از ناوبری دقیق به صورت رادیویی و مستقل از ویژگی‌های این جنگنده است که در جنگنده F5 که قبل از انقلاب اسلامی از آمریکا خریداری شده وجود نداشت. کوثر در مقایسه با جنگنده F5 دارای رادار بسیار قویه که ساخت شرکت لئوناردو و از نوع گریفو هست و این رادار طبق ادعای شرکت سازنده بردی حدود 150 کیلومتر داره. کوثر دارای 7 جایگاه نگهداری مهماته که میتونه 12 بمب 250 کیلویی یا 4 بمب 500 کیلویی یا 2 بمب 1000 کیلویی را حمل کنه. همینطور جنگنده ایرانی کوثر توان حمل حداکثر 4 موشک هوا به هوا یا هوا به زمین را هم داره. به گزارش شبکه CNBC، گروهی از کارشناسای نظامی بین‌المللی معتقدند که طراحی جنگنده کوثر همان طراحی جنگنده F5 که در اوایل دهه 1970 میلادی ساخته شده. ایران در سال 1974، یعنی 5 سال قبل از انقلاب 57، این هواپیمای نظامی را خریداری کرده بود. کارشناسان این جنگنده رو یک کپی برداری موفق از یک هواپیمای قدیمی میدونن و تلاش دائمی ایران برای طراحی و معرفی این جنگنده رو خیلی موفق دونستن. البته بعضی از کارشناسای بین‌المللی بر این نظر هستند که این هواپیما از لحاظ نظامی کارآمدی ندارد، اما برای آموزش خلبان بسیار میتونه مؤثر باشه.